از کالوگ میمونووز با 13 مهاجر را راندند. خدمات فرستاد و هوای این ولایت روز 28 مارس سال 2023 خبر داد که این 13 نفر را به فرودگاه مسکو برده، 9 نفر را به ازبکستان، 3 نفر را به تاجیکستان و یکی دیگر را به مولداوا اخراج کردند. برای همه این 13 نفر برای 5 سال آینده عبور مرزهای روسیه را منع کردند. در ماه مارس این علاقه دومین گروه مهاجران است که از ولایت کالوگ اخراج کرده می شوند. خدمات فرستاد و هوای کالوگ روز 16 مارس درباره از طریق فرودگاه مسکو به وطنشان اخراج کردن 8 مهاجر ازبک و 4 مهاجر تاجیک خبر داده بود. روز 12 ینور سال جاری باشد از کالوگ 12 مهاجر از ازبکستان و تاجیکستان را اخراج کرده بودند. همه این مهاجران نیز برای 5 سال از حق بازگشت به روسیه محروم کرده شدند. یادآور می‌شویم گوبرناتور وزرای ولایت کالوگ ولادیسلاو شپاش با سیاست آشکارا ضد مهاجران نام برآورده است. در دوره رهبری او مقامات ولایت کالوگ مهاجران را حتی برای قانونشکنی‌های خرد دستگیر و اخراج می‌کنند. در روسیه گوبرناتورها را پرزیدنت تعیین می‌کند. متاسفانه سالهای آخر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در چندین ولایت نفران آشکارا ضد مهاجران را گوبرناتور تعیین کرد. برای کشورهای چون تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌هایشان پول از روسیه فرستاده عزیزان مهاجرانشان است، از حق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر به معنای از یک منبع اساسی درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است. سال گذشته از روسیه به تاجیکستان اساساً با شرافت مهاجران 2.5 میلیارد دلار پول فرستاده بودند.